4 قسمت قبلی در رابطه با نکات مهم ورود به بازار، معرفی پلتفرما، آشنایی با کندلا، یه مقدار تحلیل صحبت کردیم و من فکر میکنم که اگر شما نکاتی که بیان میشه هر چقدرم پیش و پا افتاده نوت برداری کنید و اینقدر براتون مهم باشه که از حرفای من به قول دوستان گفتنی مو رو از ماست بکشید بیرون، به راحتی میتونید تو بازار مالی خیلی درآمد جذابی داشته باشید نسبت به هر درآمد دلاری با هر وضعیت شغلی که دارید. حالا اینجا یه نکته به شدت اهمیت پیدا میکنه. تو 4 قسمت قبلی در رابطه با بازار صحبت کردیم. تو این قسمت اختصاصاً میخوام راجع به دوره میلیونرز کلاب یا کلاب میلیونرها صحبت کنم. چند تا نکته هست که اگر شما رعایت کنید و بهش توجه بکنید یه فیدبک فوق‌العاده دریافت میکنید که چیزی جز این هدف من نیست. ببین توی میلیونرز کلاب چیزی که باید بهش توجه بکنی اینه که خیلی از مسائل هست که من نه تایمشو دارم، نه وقتشو دارم، نه حوصله‌شو دارم که بخوام بیام تاکید کنم، تکرار کنم، دقایق زیادی رو برای اون موضوع بذارم. ولی وقتی بهتون میگم که بر فرض مثال وقتی 2 بار یا 3 بار استاپ رو در یک روز تجربه کردی اون روز ترید نکن، شما همین رو داشته باش از من. دیگه نیام برات توضیح بدم که چرا تکرار ضررها در بازارهای مالی میتونه عواقب به شدت سنگینی داشته باشه. چرا وقتی شما استاپ میخوری حس انتقام در تو ایجاد میشه. من به این جزئیات نمیتونم بپردازم چون واقعا فرصتش نیست، حوصله‌اش نیست، از حوصله شما هم خارجه. اگر بخوام این کارو بکنم شاید در آینده توی وایس ها پراکنده، توی پست ها، توی یوتیوب بخوام به جزئیات این شکلی بپردازم. ولی توی این برنامه من بهتون میگم چی کار کنید، به جای اینکه بگردید به دنبال اینکه چرا اون کار رو انجام بدید، کورکورانه انجامش بده. یعنی من رو در موقعیتی قرار نده که تو رو قانع کنم که چرا وقتی که استاپ میخوری یا 2 بار استاپ خوردی توی روز یا 3 بار استاپ خوردی دیگه ترید نکن. گوش بده وقتی میگم وقتی 3 بار استاپ خوردی اون روز ترید نکن. گوش بده. من بعد اینجوری بیام واسه هر چیزی که دارم میگم توضیح و دلیل بیارم، بعد بک‌گراند بدم، بعد بگم با رفرنس به کتاب فلانی، آقای فلانی، فلان تریدر مشهور، فلانی که مثلا انقدر تو بازار پول درآورده، انقدر، اینا رو بذاریم کنار. گوش بده به حرف من یه چیزی رو دارم میگم، حتما یه بکی پشتش هست، یه رفرنسی پشتش هست، یه تجربه پشتش هست. حالا یا شخصی یا مطالعه است یا سمینار یا کلاسیه که رفتمه، یه تجربه پشتش هست. پس این میشه نکته اول. نکته دومی که روی سری از آموزشام اصلا تاکید ندارم و خیلی سریع هم از کنارش رد میشم. بر فرض مثال در همین قسمت آموزش ثبت نام در آبان تتر رو خواهیم داشت و نوبیتکس. با صرافی ایرانی شما باید کار کنید نه برای ترید کردن، برای تتر چنج کردن. یعنی ریالتون رو واریز کنید، تتر رو دریافت کنید توی اون صرافی، منتقل کنید به پلتفرم دتو ترید و اونجا ترید کنید و از دتو ترید هم مستقیم به همین صرافی ایرانی برداشت بزنید به ولتتون و در نهایت هم تبدیلش کنید به ریال، پولاتون رو خرج کنید، لذتش رو ببرید، سوداتون رو استفاده کنید و نهایت لذت رو ببرید. پس بعضی از قسمت‌ها می‌بینید سرسری من از این ماجرایی رد میشم چون مهم نیست واقعا و احساس می‌کنم منطقم اینه که میگم اگر این آقا توی آبان تتر گیر کنه زنگ میزنه پشتیبانی آبان تتر، یا گیر کنه توی نوبیتکس زنگ میزنه به نوبیتکس. یعنی تجربه خاصی نیاز نیست، بنابراین من یه سری جا هم تمرکز نمی‌کنم اصلا. نکته سوم که به شدت باید بهش توجه بکنید اینه، من هیچ ریتمی رو برای این دوره در نظر نگرفتم. یعنی تو قسمت قبلی ممکنه که در رابطه با ایچیموکو صحبت کرده باشم، تو این قسمت بیام اول فیبوناچی رو توضیح بدم، بعد تو قسمت بعدی ادامه ایچیموکو رو برم. اتفاقا این به هم ریختگی ریتم به نظر من و بر اساس تجربه شخصی من باعث میشه شما ذهنتون باز بشه و با همه چیز عادت کنه. چون من میتونم بیام 10 جلسه راجع به ایچیموکو صحبت کنم، بعد بیام 10 جلسه راجع به فیبوناچی صحبت کنم، در صورتی که ترکیب همه این هاست، یعنی اون استراتژی آدم مرادی که ترکیب این هاست چیزیه که جواب میده. پس چیزی که ما باید بهش خیلی توجه بکنیم اینه که در این دوره ما یک پراکندگی خاصی داریم، ولی در این بی‌نظمی نظم هدفمندی نهفته است که باز هم من نه حوصله‌اش رو در شما میبینم، نه حوصله‌اش رو در خودم میبینم که بیام توضیح بدم که چرا من دارم مطالب رو پراکنده توضیح میدم. ولی تمام قطعاتی که داره آموزش داده میشه قطعاتی است که مثل یک پازل کنار همدیگه چیده میشن و در پایان یک تصویر کامل رو تحویل شما میدن. اگر این قسمت رو متوجه نمیشی یا اگر قسمت بعدی رو متوجه نمیشی، در پایان همش رو با هم متوجه میشی.
پس ببین ممکنه 2 قسمت راجع به ایچیموکو باشه، 2 قسمت راجع به فیبوناچی، یه قسمت بعدی راجع به مکدی و RSI باشه، بعد دوباره برگردیم روی ایچیموکو، بعد دوباره بریم رو فیبوناچی، بعد برگردیم به همه اینا یه اندیکاتور دیگه هم اضافه کنیم، بعد بیایم راجع به زیگزگ صحبت کنیم، یا بیایم مثلا راجع به یهو بریم رو نمودار خطی، اصلا نمودار شمعی رو ول کن دیگه، بریم رو نمودار خطی و بریم راجع به اونها صحبت کنیم. پس نکته‌ای که این وسط باید به شدت بهش توجه بکنی، این پراکندگی کاملا هدفمنده و این رو نذارید پای این که مطالب پراکنده است، ما گیج شدیم، ما فلانیم. نه، این درستش اینه، چون ایچیموکو بک داره، این باید پیش نیاز داره و شما باید یه سری چیزا رو متوجه بشید. من یه چیز بیسیکی رو از ایچیموکو توضیح میدم، ادوانسش رو میذارم وقتی که شما سطوح فیبوناچی رو متوجه شدی، حمایت مقاومت ها رو متوجه شدی، چرا قیمت ها یه جا گیر میکنن رو متوجه شدی، اسمارت مانی رو فهمیدی، گره های بازار رو متوجه شدی، کندلا رو متوجه شدی، آنگاه ادامه ایچیموکو رو ادوانسش رو ادامه میدم. دوره تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ سوالی که ممکنه شما بهش بپردازید. دوره تا جایی که من ببینم شما فیدبک مثبت دارید، حمایت میکنید، تعداد ثبت نام کنندگان چقدره، چقدر سریع ثبت نام میشه، چقدر شما دارید پیشرفت خودتون رو با ما به اشتراک میذارید، چقدر انرژی میدید، تا اونجا ادامه دارد. در غیر این صورت منم انرژی، انگیزه‌ای برای آپدیت کردن دوره در خودم نمیبینم، ولی آنچه که بهتون قول دادم رو در این دوره به شما ارائه میدم. این که بخوام یه چیزی پلاس اضافه کنم یا یه چیزی رو ادامه بدم، بیشتر بسازم، بیشتر از آنچه که قول دادم بسازم، وابسته به رفتار شماست. من چقدر در شما تغییر رو ببینم، چقدر پیشرفت ببینم، چقدر حمایت کنید، چقدر اعلام کنید، اعلام حضور کنید، من ببینم دارید یه کاری میکنید، بهم حال بده، انگیزه بده، مسلماً ای پلاسش رو هم براتون میسازم. در غیر این صورت دلیلی نمیبینم که بسازم. در ادامه این ماجرا تا جایی که بهتون قول دادم رو کامل میسازم، بیشترش اگر میخواید مشخصا باید حمایت کنید. خب در ادامه من آموزش نوبیتکس و آبان تتر رو به شما میدم که چطور ریال خودتون رو تبدیل به تتر بکنید، تترها رو چطور منتقل کنید و چطور میتونید تترهاتون رو برداشت کنید و به ریال تبدیل کنید و سود کنید به طور کلی. در ضمن در قسمت بعدی براتون توضیح میدم که چطور میتونید از خدمات سیگنال دی ما استفاده کنید. اگر که علاقه داشتید، مشخصاً شرط ورود داره، شما حتما باید یک مینیمم موجودی داشته باشید، چون بدون موجودی اصلا سیگنال گرفتن کار اشتباه، منطقی پشتش نیست. و اینکه براتون توضیح میدم چطور کسایی که موجودی دارند میتونن با پشتیبانی ما ارتباط بگیرن که سیگنالا رو دریافت کنن و حالا هر چیز دیگری باشه در ادامه باز براتون توضیح خواهم داد. در ادامه میریم سر وقت آبان تتر و نوبیتکس. خب بریم داشته باشیم یه قسمت خیلی جذاب رو کار کردن با آبان تتر، نوبیتکس، نحوه واریز و برداشت به پلتفرم دتو ترید و خیلی از مسائل دیگه توی این قسمت آموزش داده میشه. خیلی سریع وقتتون رو نمیگیرم، میرم سر اصل مطلب. از آبان تتر شروع میکنیم. روی ثبت نام کلیک میکنید، اینجا شماره تلفن خودتون رو وارد میکنید، ثبت نام میزنید، براتون یه پیامک میاد تموم شد، ثبت نام شما انجام میشه. از طرف دیگری اگر حساب کاربری دارید، از قسمت ورود میاید، شماره تلفن و رمزتون رو وارد میکنید، اینجا وارد میشید و تموم شد. به همین سادگیه. حالا اینجا چه کاری باید انجام بدید؟ اگر که میخواید واریز، بعد اول موجودی حسابتون رو شارژ کنید، بعد بیایید تبدیل کنید. اینجا بر فرض مثال شما 50 میلیون تومان میخواید خرید کنید، میایید اینجا 50 میلیون رو وارد میکنید، افزودن کارت رو میزنید، شماره کارت خودتون رو وارد میکنید، بعد اینجا ثبت درخواست رو میزنید، شبار هم وارد میکنید، شماره کارت رو انتخاب میکنید، اینجا واریز با درگاه بانکی رو روش کلیک میکنید، وارد درگاه بانکی میشید، موجودیتون افزایش پیدا میکنه. وقتی موجودیتون افزایش پیدا کرد به قسمت رمز ارزها میایید. وقتی وارد قسمت رمز ارزها شدید، حتما این قسمت تومان IRT رو به قسمت USDT تتر تغییر بدید. اینجا سرچ کنید USDT تتر رو میاره، روی گزینه خرید و فروش کلیک کنید، اینجا خرید با تومان، مقدار بر فرض مثال 500 تتر وارد میکنید، موجودی دارید اون لحظه، اینجا خریدتون انجام میشه، به همین راحتی به ولتتون اضافه میشه. حالا تو قسمت داشبورد برمیگردین، در قسمت کیف پول اینجا برداشت رو انتخاب میکنید، اینجا رو داشته باشید، برمیگردیم به اینجا، باید بیاید روی گزینه برداشت رمزارز. حالا اینجا رو داشته باشید. اینجا من یه توضیح کوتاه تو قسمت قبلی دادم، میایید روی کانکت تلگرام روش کلیک میکنید، شماره تلفن خودتون رو وارد میکنید. البته اگر یه بار ثبت نام کرده باشید
دیگه نیازی به هیچ کدوم این مراحل نیست و روی اون کلیک کنید خود به خود بدون اینکه دیگه کانفرم بگیره شما وارد حسابتون میشید و دیگه هیچ کدوم از این مراحل اتفاق نمیفته و روی گوشیتون لاک میشه. این دیگه نیازی به هیچ کدوم از این مراحل نیست. ولی در هر صورت میرید توی تلگرامتون توی گوشیتون کانفرم رو میزنید و خب اینجا شما وارد حسابتون میشید. وقتی وارد حسابتون شدید در قسمت پروفایل پایینترش گزینه دپوزیت وجود داره، این بالا سمت راست. روی گزینه دپوزیت کلیک میکنید. اینجا آدرس ولتی که اختصاصی مال شماست رو پیدا میکنید، روش کپی میکنید. وقتی کپی کردین در قسمت آبان تتر برمیگردین، برداشت رمزارز مورد نظر USDT. شبکه به شدت مهمه، حتما روی TRC20 بذارید، یعنی شبکه‌ای که اینجا هست این ترونه حتما باید روی ترون باشه، این هم باید روی TRC20 باشه، همون ترون، چون اگر این اشتباه باشه یا پالیگان باشه پول شما گم میشه تو شبکه بلاکچین و دیگه هیچ کس هم هیچ کاری واسش نمیتونه بکنه. آدرس ولت مقصد این آدرس ولتی است که اینجا بهتون داده شده، اینجا رو دقت کنید، چند بار ببینید. آدرس ولت رو اینجا پیست میکنید، کپی کردیم اون طرف. مبلغ بر فرض مثال اگر $500 اینجا چنج کردیم داریم، ثبت برداشت تموم شد، به حسابتون مبلغ واریز میشه. خیلی راحت، خیلی جذاب، خیلی ساده. حالا عین همین رو توی نوبیتکس داشته باشیم. روی ثبت نام کلیک میکنید، شماره تلفن خودتون رو وارد میکنین. خب تو این صفحه برای شما یک کد ارسال میشه که کدی که به شماره تلفن شما ارسال شده رو اینجا وارد میکنید. خیلی ساده است. خب کد رو اینجا وارد میکنید، ثبت نام با موفقیت انجام شد. وارد این صفحه میشید. ارتقا به سطح 1 رو میتونید انتخاب کنید. 25 میلیون تومان روزانه واریز میتونید داشته باشید. برداشت 5 میلیون، واریز رمزارز نامحدوده. برداشت رمزارز 1 میلیون تومان در هر 24 ساعت. وقتی که این انجام بدید، نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد، یه سری از دیتا رو اینجا وارد میکنید. بعد از اون ارتقاء سطح 2 احراز هویت تصویری داره با ارسال عکس، خیلی ساده است. برداشت رمزارزتون تا 200 میلیون تومان در روز میتونه باشه. دیگه نیازی به احراز هویت سطح 3 نیست، ولی اگر میخواید میتونید این کارو انجام بدید، ولی حداقل برداشت مجموع باید 2.5 میلیارد تومان باشه که برداشت رمزارزتون به روزانه 1 میلیارد تومان برسه. خیلی ساده این کار رو اینجا انجام میدید. این احراز هویت فارسی هم هست، هیچ کار خاصی نداره. حالا میایین توی بازار، اینجا خیلی راحت تتر رو انتخاب میکنید، میایید پایینتر میگردید دنبال تتر، تو قسمت سرچ میکنید USDT. بعد از اینکه احراز هویتتون انجام شد USDT رو انتخاب میکنید. میزان خرید مثلا 500 تتر میخواید خریداری کنید، خرید رو انجام میدید. وقتی این کار رو انجام دادید در قسمت کیف پول من اینجا شما دارایی دارید. وقتی خرید خودتون رو انجام دادید توی منو به گزینه برداشت مراجعه میکنید. ریالی، حالا موقعی که شما میخواید برداشت ریالی بزنید و تتر بپردازید. وقتی میخواید برداشت بزنید و حسابتون رو شارژ کنید میایید تو این قسمت تتر رو انتخاب میکنید. شبکه برداشت 10 بار تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، ترون. آدرس ولت مقصد اینجا که بهتون گفتم از قسمت داشبورد دپوزیت میاد این آدرس ولت رو انتخاب میکنید. حتما روی USDT ترون باشه، کپی میکنید. در این قسمت آدرس ولت پیست میکنید. مقدار برداشت فرض ما $500 بود، حالا اصلا $50 $10 فرق نمیکنه. درخواست برداشت رو میزنید و واریز میشه. به همین سادگیه. از این طرف هم وقتی که میخواید ویدرا کنید روی گزینه ویدرا کلیک میکنید. اینجا USDT رو انتخاب کردید، حتما بذارید این رو روی ترون، چون بای دیفالتش روی BSC یا همون بایننس اسمارت چین، بذارید روی ترون. آدرس ولتی که میخواید بهش واریز کنید اینجا باید بیاید در قسمت واریز، یعنی اینجا برعکس میشه پروسه. شما میخواید واریز کنید به حسابتون، میایید اینجا TRC20 رو انتخاب میکنید، ایجاد رو میزنید. حالا باید ایمیل بدید. اینجا بهتون یه آدرس ولت میده. آدرس ولت رو میارید در ویدرا، اینجا میزنید، مثلا $1000 تو سودید، $1000 رو میایید اینجا وارد میکنید، کانفرم رو میزنید. این هم میشه برداشت. بالعکسش هم اینجا همین قضیه است. شما گزینه واریز رو روی آبان تتر انتخاب میکنید، رمزارز، بعد رمزارز مورد نظر میایید سرچ میکنید USDT، تتر رو انتخاب میکنید، شبکه باز TRC20 ایجاد آدرس میزنید. اینجا برای واریز این آدرس ولت رو کپی میکنید، آدرس ولت آبان تترتونه. اینجا میایید
آدرس والتی که میخواید بهش برداشت بزنید از پلتفرم دتوترید رو وارد میکنید و کانفرم رو میزنید. خیلی ساده است، واقعا پروسه ساده ایه. حالا برای اینکه شما ببینید، من خودم یه مبلغ خیلی کوچیکی رو اینجا دیپازیت میکنم که ببینید تو قسمت بعدی هم تریدم میکنم که شما ببینید چطوریه. بعد میریم سر وقت آموزشامون و بهتون میگیم که چطور میتونید تو بازار فعالیت داشته باشید. خب من مبلغ $40 واریز کردم الان در همین لحظه، دقیقاً چند ثانیه قبل. فکر میکنم کمتر از 1 دقیقه طول میکشه که حساب من اینجا شارژ بشه و به من نشون بده. خب کمتر از 1 دقیقه $40 واریز شد. 2-3 بارم من رفرش کردم. البته من از ولت خودم مستقیم زدم. نکته‌ای که این وسط وجود داره اینه که شما باید دقت داشته باشید که خیلی مهمه که شما وقتی میخواید واریزی انجام بدید از کجا برداشت می‌ذارید. مثلا از آبان تتر برداشت بذارید ممکنه نیم ساعت 40 دقیقه 10 دقیقه طول بکشه تا واریز کنن. حالا ولی اگر از ولت خودتون مستقیم واریز کنید خب قضیه کاملا متفاوت میشه. برای معامله کردن فرض میگیریم من اینجا میخوام یک معامله شورت باز کنم. ما اینجا لانگ و شورت رو داریم در قسمت گسلس. خب تو این قسمت ببینید ما یه شورت داریم، یه لانگ داریم. من میخوام این معامله شورت باز کنم و BTC USDT هستیم. در حال حاضر من $40 دارم. میخوام از این $40 هم $10 مثلا فرض بگیریم 50% پولمو، اصلا کلشو $40 رو میخوام اینجا درگیر کنم با لورج 20. من اینجا روی ترید کلیک میکنم و به همین سادگی پوزیشن من باز میشه. در حال حاضر پوزیشن من بازه و اینجا الان برای من میاد. من اینجا معامله خودم رو باز کردم. اینجا روی این عدد کوچیک کلیک کنید، شما میتونید تک پروفیت و استاپ لاس بذارید. بعد بهتون نشون میده که عددی که وارد میکنید در نهایت چند درصد از پولتون رو میبره. من میگم که آقا من اینجا وارد شدم برای معامله شورت، استاپ خودم رو میخوام بذارم اینجا که میشه 62776. میام اینجا در قسمت استاپ لاس میزنم 62776 بود، 62076. $1.5 استاپ من میشه. تارگت خودم رو هم میخوام بذارم، مثلا میگم قیمت تا اینجا میریزه 62211. میام اینجا 62211. $5 سود من میشه. یه معامله ریسک بریوارد تقریبا 1/3، در حال حاضر 29 سنت تو سودم با $40 و 40 سنت الان تو سودم، نیم دلار نمیدونم چقدر میشه. $40 میشه 4 6 تا 24 تا. وای من چقدر $40 به تومن چقدر میشه بچه؟ شما بیننده گرامی، من با 1 میلیونم 4 6 تا 24 تا هر $10 2,400,000 با 2,400,000 تومان ورود کردم. الان در حال حاضر 60,000 تومان تو سودم. 2,400,000 تومان کل موجودین بود، 60,000 تومان تو همین 1 ثانیه تو سودم و الان درآمدم تقریبا 60,000 تومان بوده. حالا دقت داشته باشید، نکته مهمی که پلتفرم دتوترید رو متمایز میکنه نسبت به صرافی های دیگه اینه که ما اینجا گسلس معامله میکنیم و رو هر معامله با هر حجمی فقط 30 سنت کمیسیون میپردازیم. از طرف دیگری خوبی ماجرا چیه این قضیه؟ خوبی ماجرا این بخشه که شما وقتی با لینک من ثبت نام کنید جای این 30 سنت 15 سنت میپردازید. یعنی به من گفتن که شما میتونی 15 سنت کمیسیون بگیری و برای خودت، من گفتم اون کمیسیون رو به جای اینکه بدی به من، به خود کسایی که با لینک من ثبت نام میکنن تخفیف بده. شما اصولا بدون لینک من ثبت نام کنید در اینجا، در حال حاضر شما 30 سنت باید کمیسیون میدادی ولی الان 15 سنت کمیسیون میدی. بعد یه چیز دیگری توی صرافی ها هست به اسم فاندینگ فی که اگر تریدر باشی میدونی چه بلاییه این واقعا. فاندینگ فی چیست؟ فاندینگ فی وقتی شما یک معامله رو بازنگر می‌داری بر اساس بازنگه داشتن معاملات ازت پول میگیره. ولی توی دتوترید ما این فاندینگ فی رو نداریم و شما میتونی معامله رو 20 ساعت، 10 روز، 20 روز، 30 روز، 50 روز بازنگرداری و هیچ فاندینگ فی ندی. یعنی تا مادامی که استاپ نخوری با خیال راحت معامله خودت رو باز نگه دار و هیچ ایرادی هم نداره، خیلی هم اوکی هست، خیلی هم قشنگ میتونی این کار رو انجام بدی. حالا توی قسمت بعدی
من یه مبلغی که واقعا ترید میکنم رو واریز میکنم و شما ببینید معامله انجام میدم. اگر چشم ببینه جایی معامله انجام میدم. شما ببینید من چطور ترید میکنم، چقدر سود میشه روی عدد مثلا بالا، حالا بالا نه، یه عدد معقول برای من، حالا معقول برای هر کسی یه عددیه، یه عدد اوکی، چقدر تو بازار شما میتونید در بیارید و چطور میشه معامله کرد. این معامله ما استاپ داره، استاپش 62776، تارگتش 62211 و وامیستیم ببینیم استاپ میخوره یا چیز. یعنی الان نمیام کلوز رو من بزنم از قصد ببندم یا مثلا سریع ببندم الان پنیک کنم یا حتی بشینم نگاهش کنم. یکی از چیزهایی که در این قسمت باید حتما یاد بگیرید اینه که نشستن با یک معامله 100% اشتباهه. یعنی اینکه من این معامله رو باز کردم، تحلیل خودم رو به هر دلیلی انجام دادم، گفتم از اینجا میریزه، معامله شورت باز کردم، بشینم نگاه کنم ببینم چی میشه، 100% اشتباهه. شما تحلیلتون رو انجام بدید و معاملتون رو فراموش کنید، بذارید کار خودشو بکنه. تا صبحم بشینید اینجا نگاه کنید، تغییری در روند اتفاق نمیفته. شما اینجا خودتو پاره هم بکنی چی نمیشه، دعا هم کنی چی نمیشه. دیگه معاملتو باز کردی، انگولش نکن، بذار مسیرش رو بره. خب حالا معاملتو باز کردی، در بهترین حالت دیگه خیلی میخوای به خودت حال بدی اینه که بیای منتظر باشی ببینی چه اتفاقی میفته. الان نه، نیم ساعت بعد یه چک بکنی، مثلا ریسک فری انجام بدی، ببینی استاپی خورده، چیزی شده. هر نیم ساعت یک بار یه سری بهش بزنی منطقیه، ولی اینکه نیم ساعت من بشینم و نگاه کنم، در نهایت ختم به این میشه که مغز من به من دستور میده که من یک معامله دیگری انجام بدم که 100% اشتباهه. مخصوصا وقتایی که اینجوری قیمت میره توی ضرر و شما فکر میکنی که الان باید کار خاصی انجام بدی. خیر، رفت تو ضرر که رفت تو ضرر، هیچ اهمیتی نداره، در نهایت اصلا مهم نیست وقتی بره تو ضرر. از طرف این وقتی بره تو سود هم شما نباید این حسو داشته باشی، چون تارگت سود ما اینجا $5 و تارگت ضرر ما هم 1.8 $. این یا استاپ باید بخوره یا تارگت باید بخوره. بستن معامله دستی فقط زمانی منطقیه که قیمت به صورت شارپی به سمت سود ما حرکت کنه و اونجا من بخوام یک تصمیمی نسبت به بازار بگیرم. در حالت عادی همچین چیزی اصلا منطقی نیست. حالا این پوزیشن باز منه. از طرف ما میتونیم اوردر بذاریم، یعنی من بگم آقا قیمت الان که اینجا نیست، وقتی رسید به اینجا بیا اوردر باز کن. ما اینجا برای جای مارکت میایم روی لیمیت کار میکنیم. اوردر پرایس رو بعداً در قسمت‌های بعدی براتون توضیح خواهم داد. از طرف اینجا پلتفرم دیتو ترید همونطور که میبینید یک لیدربورد داره، مسابقات داره، جوایز داره، دیلی و ویکلی داره، حالا داره نشون میده توتال والیوم های مختلف رو داره نشون میده. از طرف دیگری آپ اند داون رو داره که این آپ اند داون رو من توصیه نمی کنم. آپ اند داون معاملات آپشنه، میاد میگه که در طی 5 دقیقه آینده قیمت بالاست یا پایینه. شما روی بالا و پایین میای معامله میکنی، میگه 7 دقیقه دیگه این باز میشه، 12 دقیقه دیگه این باز میشه، الان این بازه، 2 دقیقه دیگه این بسته میشه. اگر بالا رو انتخاب کنی، قیمت بالای عدد شما باشه، میاد به شما 2 برابر پولت رو با ریسک ریوارد 1-2 میده. اگر پایینش باشه و شما درست حد زده باشی، درست تحلیل کرده باشی، میاد 2 برابر پولتون رو بهتون میده. فقط هم فعلا در حال حاضر روی بیت کوین با آپ اند داون داره. این رو توی بایننس هم شما میبینید. من معاملات آپشن رو توصیه نمی کنم، به نظرم منطقی نیست. ولی اگر میخواید این رو باید با کانکت والت بیاید، یعنی با ثبت نام تلگرام نمیشه. اونم براتون توضیح میدم. توی قسمت آپ اند داون شما میای اینجا انتر آپ رو میزنی و میای، چون آپ اند داونش سیستمش متفاوته، با واریزی این قسمت نمیشه، باید توی ولتتون موجودی داشته باشید که بتونید اینجا معامله کنید. بعد اون موقع باید ولت تراست ولت یا ولت متاماسک داشته باشید که بتونید معامله انجام بدید. به طور کلی میگه آقا قیمت الان لاست پرایس، اینجا هر عددی بسته بشه، اینجا به شما میگه انتر آپ یا انتر داون. حالا من میگم چی؟ میگم انتر آپ، یعنی از اون قیمتی که آخرین لحظه 1 دقیقه و 26 ثانیه دیگه بسته میشه، من میگم قیمت از آخرین لحظه تا 5 دقیقه آیندهش رو به بالا خواهد بود، یعنی بالای اون قیمت. اگر بود آنگاه به شما 2 برابر پولتون رو میده، یعنی اگر $100 بذارید بهتون $200 میده. و از طرفی اگر من فکر کنم که این 5 دقیقه بعد قیمت پایین تره، انتر داون رو میزنم. این معاملات آپشنه
و قانونی هم هست، ولی من توصیه نمی کنم. جذاب نیست واسه من، حداقل جذاب نیست و من دوست ندارم. توصیه هم نمی کنم شما انجام بدید. معاملات معمولی لانگ و شورت که خودتون کنترل بیشتری روی همه اتفاقات دارید خیلی بهتره. نکته‌ای که راجع به آپ اند داون برای من نگاتیو محسوب میشه، منفیه و توصیهش نمی کنم، اینه که باید دقت داشته باشید که موضوع سر اینه که شما اینجا هیچ کنترلی ندارید. یه موقع هست من اینجا حال نمی کنم با این معامله، دستی میبندمش، حس بدی بهش دارم، یا خبری میاد، اتفاقی میفته، یا میره تو سود، دستی بالاخره میتونم کنترلش کنم، حجم جابجا کنم، هزار تا کار انجام بدم. ولی توی آپ اند داون این قضیه نیست و معامله رو شما لاک میکنی و وقتی که لاک میشه دیگه هیچ کاری از دستت بر نمیاد. بنابراین این مسئله توصیه نمی کنم که آپ اند داون رو برید، ولی به هر حال چون جزئی از پلتفرم بود براتون توضیح دادم که چطور انجام میشه و چی هستش. به طور کلی سمت معاملات آپشن نرید. آپشن خوب نیست. آپشن در نهایت اصلا چیز جذابی نیست. در حال حاضر من تقریبا 40-50 هزار تومان 60 هزار تومان توی ضررم. استاپم هم 120 هزار تومنه. به تومن اگر بخوام بهتون بگم که واقعا اصلا اشتباه دیگه به تومن فکر کردن. اینجا بعد هم ضرر هم سود شما دلاری است. استاپم 100 هزار تومنه تقریبا با دلار 60 تومانی در نظر بگیریم و سودم میشه گفتش که تارگت سودم هم 300 هزار تومن. حالا چه استاپ بخورم یا نخورم. خب مرسی که با من همراه بودید. تا قسمت بعدی بدرود و خدا نگهدار.